خوردی. من الان به شما گفتم از پول و زندگی و زال و طب بدبختی خودم میزنم اینجا میام میشینم. شغل چیه؟ بنده شغلم معاملات املاکه. معاملات املاک؟ کجا معاملات املاک شما میکنی؟ کجا معاملات؟ چه تحصیلت چیه؟ و درجه تحصیلت چی داری به من میگی؟ درجه تحصیل شما چی میخوای به من بگی؟ از تو خیلی بیشتره. چی میخوای بگی؟ تحصیل شما چیه آقای عطابک؟ آقای عزیز حرفتو بزن. من میخوام بهت بگم عزیز من ما واقعا چقدر آقا بریم پارت اول ویدیوهای طنز عطابکیه که میخوام بذارم ببینیم. لایک یادتون نره تا آخر ببینید، خیلی طنزه. یک مش آدمای بیکار، آدمای بی تحصیل، آدمایی که واقعا بی ارزه که دیگه هیچ کار دیگه نمیتونن انجام بدن برگشتن و میخوان مثلا حکومت ما رو به دست بگیرن. حکومت ما رو کیا رو میگین؟ حالا همینجوری صحبت میکنیم. نه کیا رو میگین؟ منظورم همین کسایی که مثلا شاهی‌ها، نمیدونم درباری‌ها، نمیدونم ساواکی‌ها. خب بفرمایید. بله اینا یه آدمایی هستن که دزد بودن، قاتل بودن، یه مسیح دزدیدن ملت ایران رو برای سالیان سال و در رفتن به خاطر انقلاب رفتن بیرون. و حالا به دستور CIA شده با هم صحبت میکنی یا با آسمون؟ جانم؟ دارم با شما صحبت میکنم. چرا وایستادی پس؟ دارم با شما صحبت میکنم. چرا وایستادی؟ دارم با شما صحبت میکنم. چرا وایستادی؟ دارم با شما صحبت میکنم. آقا قطعش نکنید ها. بخوای اینجوری ما قطعش میکنم. آقا صدای تلویزیون رو کم کن. از کجا ساپورت میشه عزیز من؟ آخه عزیز من صدای تلویزیون رو کم کن، با تلفن با من صحبت کن. قطع نکنی یا آقا میخواد آزادی رو نشون بده، نشون ملت بده. نه آزادی رو نشون ملت بده آقای عطابکی. آقا حرفتو بزن. نه میزنم بزن. بابا اون تلویزیون بدبستم تو کم کن، از تلفن با من حرف بزن. گوش کن. ردت دیگه عطابکی. گوش کن. من میخوام اینم تو از کجا ساپورت میشی اومد اینجا نشستی؟ بنده هیچی. من الان به شما گفتم مگه پنبه تو گوشت کردن؟ مگه مغز فلان خوردی؟ من الان به شما گفتم از پول و زندگی و زال و طب بدبختی خودم میزنم اینجا میام میشینم. شغل چیه؟ بنده شغلم معاملات املاکه. معاملات املاک؟ کجا معاملات املاک شما میکنی؟ کجا معاملات؟ چه تحصیلت چیه؟ و درجه تحصیلت چی داری به من میگی؟ درجه تحصیل شما چی میخوای به من بگی؟ از تو خیلی بیشتره. چی میخوای بگی؟ تحصیل شما چیه آقای عطابکی؟ آقای عزیز حرفتو بزن. میخوام بهت بگم عزیز من این برنامه CIA است که 750 میلیون دلار دارن خرج میکنن. هر هفته مثلا 75 میلیون دلار خرج میکنن. خود کاندیلیسا رایس گفتش که میخوام 75 میلیون تا 100 میلیون دلار خرج کنیم که ایران رو بچه‌شو خراب کنیم. و شما یکی از همون عناصر برو مردی که این برنامه آخر من رفتم. خداحافظ شما. اون 75 میلیون نوش جان شما و نوش جان جد آباد شما و نوش جان آقای رضا پهلوی و نوش جان آقای نمیدونم ضیا و نوش جان آقای داریوش و همایون و نوش جان همه آقایون دیگه. شما نوبتو که نه نتیجه تو کاندیدای رئیس جمهوری آینده ایران بکن. برو مردی که دیوانه ای مگه. برو خجالت بکش الاغ بیشعور. آخه ایناست که بهشون گفت الاغ بیشور. من دارم الان میگم آقا برنامه آخر من رفتم خداحافظ شما دیگه من نخواهید دید. حالا تا بره کی بشه، چون به قول امریکایی میگن never say never. توجه کردی؟ این مردی که احمق من زنگ میزنه میگن دو پول یا سیاه پولتو. رفقا حتما این ویدیو لایک کنید و نظرتونه بگید. قسمت دومم بذارم یا نه. من این ویدیو ندیدم که الان بخوام دوباره ضبط بکنم براتون. منم همین الان اولین باره براتون دارم میبینم. گفتم اینو بگم بهتون بدونید. من واقعا میدونم که شما گفته که موضوع گاو بودن پیش کشیدید. خواستم بگم که برای چه گاو هستید؟ برای که استیبیلات مثل شاخ گاوه. خیلی ممنون. اینم شعور شما. شما فهمیدید. الو. من بفهمید. صدات نمیدم. صدات نمیاد. الو. بفهمید. بهتر شد؟ بله. میخواستم بگم که اولا اگه شما برین ما 100% مبارزه میکنیم با آقای داور زنگ میزنیم که انشالله برگردیم. و اول برنامه من یک سوالی پرسیدم شما شاید دستتون خود قطع شد من متوجه شدم جواب منو ندادیم.
خیلی ممنون عزیزم. بعد اون جواب سوال شما جواب نداشت. خیلی متشکرم. شما بفرمایید عزیزم. الان چه خوبی؟ هلو. شما بفرمایید. الو. بفرمایید. آقای اتابکی، میخواستم من بگم که صدای شما خطرناکه عزیزم. شما بفرمایید. آقای اتابکی جانم بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما عزیزم. خواستم بگم که واقعا من متاسفم از اینکه برنامه شما آخرین هفته است و من میخواستم از آقای داور در شما این سوال رو بپرسم که شما به جای برنامه کمدی دارین به جای برنامه بزنین؟ نه عزیزم فعلا که نه. حالا بعد آقای داور براتون برنامه کمدی تر از من پیدا میکنن. خیلی ممنون هستم. شما بفرمایید. آقای اتابکی سلام. سلام عزیزم. من خیلی متاسفم که برنامه شما داره یه خود تمام میشه و امیدوارم که یه خورده تمام میشه. دو مرتبه شما برگردید. این برنامه شما مهمترین کاری که کرد این بود که نشون داد تو این مدت مخالفین جمهوری اسلامی چقدر ابلهن، چقدر نفهمن و این کمک رو شما کردید. نفهم جد و آباد اون پدر پوفیوزت بود که تو الاغ و پس انداخت مردی که بیشور. شما بفرمایید. آقای اتابکی جانم. آقای اتابکی من پیشنهاد میدم که یه عزاداری امشب را بندازید. عزاداری نمیخواد. عزاداری برای ننت را بنداز. شما بفرمایید عزیزم. بفرمایید. ولی چشمتون رو باز کنید. الان امروز همین امروز اگر مردم فلسطین همشون جمع بشن تفنگا رو بذارن زمین، یه عده خرابکارایی که توشون رخنه کردن با اردنگ بیرون کنن، بفرستنشون همون نمیدونم سوریه و عربستان و اونور و اونور و اون جاها جای دیگه، بیان بگن آقای اسرائیل بابا ما فلسطین همون فلسطین 7-8 سال پیش زمان موسی هستیم، ما اون موقعش هم با هم یه خود جنگ کردیم ولی کار بدی کردیم، بابا شما اینجا بودین ما اینجا بودیم، یه دستی با هم بدیم با هم کار بکنیم. خدا شاهده ظرف 1 سال فلسطین بهشت خواهد شد. ولی اگه میخوای تفنگ و ورداری بگی تتق تق تق، اونا میگن تتق تق تق چونه. 100% داره. بفرمایید. وقتی یک کاندید ثابت میشه که هیچ گونه سواد و شعور سیاسی نداره. خب ببین عزیزم صحبت تو بکن، دریوری نگو، مزخرفم نگو. صحبت تو گفتی میخوام با دلیل صحبت بکنم. شعور داشته باش اولاغ، با دلیل صحبت بکن. خونه شما رو بگیرم از شما و سیستم آبیاریمو در اونجا نصب کنم. خونه تا بابای تو گرفته خونهشون. کدوم خونه رو؟ اونجا منطقه یهودیاست. ابراهیم از اونجا به دنیا اومد، مردی که بیشور. برو بمیر. آخه اینقدر این میخواد وقت به من درس تاریخ بده. این اولاغ میخواد به من درس تاریخ بده. خوش بدید. الو جانم بفهمید. جناب عطابکی خسته نباشید. قربان جان بفهمید. شما چرا از مملکت خودت که ایران هست دفاع نمی‌کنی؟ چرا اینقدر از اسرائیل اینقدر حرف میزنی؟ این همه فلسطینی ها رو دارن میکشن. آقای عزیز قربون شکل ماهت دارم. من از اسرائیل چه دفاعی کردم؟ گفتم بابا جون الان بهتره این همه آقای عزیز فلسطین دارن. آقا قسمت دومم بخوایم بذارم لطفا این ویدیو لایک بکنید. دمتون گرم. بدرود.